آیا میدونید نزدیکترین حالتی بنده یعنی انسان با پروردگارش الله جل و علا و مربی و خالقش کدام لحظه است؟ نزدیکترین حالت انسان با خالقش با پروردگارش کدام لحظه ها است برادران عزیزم؟ پیامبر محبوبمون در حدیثی که امام مسلم روایت میکنند میفرمایند اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. نزدیک ترین حالت بنده انسان با پروردگارش با خالقش با مربیش تنها در حالت سجده است. نزدیک ترین، هیچ پرده بین تو و پروردگار نیست. پیامبر میگوید در دوام حدیث فاکثر الدعاء، در سجده دعا رو زیاد کنید. سجده آن نیست که سرت رو در زمین مانی و بخیزی، باید ماهیت سجده رو بدونی، باید معنای سجده رو بفهمی، باید بدونی که طرفی کی برای کی سرت را خم کرده و سجده میکنی. پیامبر میگوید بهترین و نزدیکترین حالت انسان با پروردگارش این حالت سجده است. پس در سجده هایتون دعا کنید، در نمازهای نافله و سنت ها دعا کنید. یکی از دعاهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حالت سجده چی بود؟ فرمودند اللهم انی اسألك حسن الخاتمه. سروری تمام پیامبران، محبوبی پروردگار در حالت سجده می ایستد، حالتی که نزدیکترین حالت با پروردگارش است و میگوید پروردگارا من از تو خاتمه بخیری طلب میکنم، عاقبت بخیری طلب میکنم. پیامبری که خداوند جل و علا در سوره فتح میگوید که چی؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا، به درستی که ما برای تو فتح و کشایش و برکات زیادی و آشکارا نصیب کردیم. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته علیک. تمام گناهان و لغزش‌های گذشته تو و آینده تو را ما آمرزیدیم. همین انسان، همین پیامبر در سجده میگوید که پروردگارا به ما خاتمه به خیری نصیب بگردون. اگر انسان معنا و مفهوم و اصلی همین سجده را بفهمد، چنانی که ما سجده میکنیم چنین سجده نمیکنیم. سجده ها باید با تمکین باشند، با حضور قلب باشند، با ترس از خدا باشند، با محبت از خداوند اشکاری باید جاری شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از اصحابش ربیع کلب الاسلمی نام دارد. یک روز پیامبر محبوبمان داخل مسجد شدند که این صحابه را دیدن بسیار غمگین و بسیار روح افتاده است. پیامبر محبوبمان گفت به تو چی شد؟ چی چیز تو را به این حال آورد؟ این صحابه کرام فرمود ای پیامبر خدا، ما در این دنیا و در این مسجد با تو ملاقات میکنیم، در درس ها و در مجلس های تو میشینیم، از دیدن تو حلاوت میبریم، تو را دوست میداریم، تو محبوبی پروردگار هستی. من در آن فکرم که در جنت مقام پیامبران و انبیا چقدر بزرگ است که تو سروری تمام انبیا هستی، مقام تو در کجا است، ما در کجا هستیم. آیا من تو را میدیده باشم؟ من در فکر جنتم که آیا من تو را در جنت میبینم یا نمیبینم؟ چیکار کنم که در جنت هم تو را چنین ببینم؟ هر حالتی که تو را میبینم قوه روحی و قوه ایمانی من زیاد میشود. پیامبر محبوب من گفتند من از خداوند جل و علا طلب میکنم و دعا میکنم که تو را در جنت در همسایگی من قرار بدهد، در نزدیکی من قرار بدهد، اما باید هم تو مرا کمک کنی. پس گفتم چی طور من کمک کرده میتوانم؟
پیامبر محبوبمان فرمودند فاعنی علی نفسک بکثرة السجود. پس ای صحابم، ای دوستم، اگر میخواهی در جنت با من باشی، با سجده های طولانیت به خودت کمک کن و من دعا میکنم که تو در جنت با من خواهی بود. یعنی هر کسی که سجده طولانی دارد و با خداوند خیش، با پروردگار و خالق و مربی خیش راز نیوز میکند، با پیامبر محبوبمان در جنت یک جا خواهد بود. این حدیث را امام مسلم تحت رقم 4891 روایت کرده است.